سلام دوستای خوبم، به کانال خودتون انگلیش ویت فاطیما خوش اومدید. امروز یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین ویدیوهای کانال رو داریم. قرار 101 واژه ضروری برای مکالمات روزمره انگلیسی رو یاد بگیریم با مثال توی جمله، تلفظ درست و ترجمه کامل به فارسی. این ویدیو برای همه مفیده، چه مبتدی، چه سطح متوسط و چه پیشرفته. خیلی وقتا لغاتی که واقعا توی مکالمات استفاده میشن رو بلد نیستیم. ممکنه کلی لغت سخت و کتابی حفظ کرده باشیم اما توی مکالمه ساده گیر میکنیم. توی این ویدیو میخوام بهتون لغاتی رو یاد بدم که توی فیلم‌ها، آهنگ‌ها و گفتگوهای واقعی شنیده میشن و میتونید با یادگیری اینا سریع حرف بزنید و روانتر باشید. برای آزمون‌های مثل آیلتس و مکالمه توی سفر هم به کارتون میاد. پس تا آخر ویدیو همراه من بمونید. Are you ready? Let's get started. Get. Get. فعل get به معنی گرفتن. برای مثال پیامی از طرف اون گرفتم. I got a message from her. I got a message from her. got گذشته فعل get. Make. فعل make به معنی درست کردن یا ساختن میشه. برای مثال اون برام کیک درست کرد. He made a cake for me. He made a cake for me. Made گذشته فعل make. Make. Take. Take فعل بسیار پرکاربرد توی مکالمات به معنی برداشتن. میتونم این صندلی رو بردارم؟ Can I take this chair? Can I take this chair? نقشش فعل هست توی جمله. Go. Go یعنی رفتن. ما هر روز به مدرسه میریم. We go to school every day. We go to school every day. Go گذشتش میشه went. Went. بچه فعل قبلی گذشتش میشد took. Take, took. کلمه بعدی come. Come نقشش فعل هست به معنای آمدن. میتونی با من بیای؟ Can you come with me? Can you come with me? گذشته فعل come میشه came. Come, came. Say. Say گفتن. اون هیچی نگفت. She said nothing. She said nothing. said گذشته فعل say. Tell. Tell به معنی گفتن میشه. این هم فعل هست. لطفاً حقیقت رو به هم بگو. Please tell me the truth. Please tell me the truth. گذشته فعل tell میشه told. Told. Know. Know یعنی شناختن. من خوب میشناسمش. I know her very well. I know her very well. گذشته فعل know میشه know. 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 فعل بعدی think. فکر میکنم ایده خوبی باشه. I think it's a good idea. I think it's a good idea. به معنی فکر کردن. think گذشتهش میشه thought. Thought. think. Thought. کلمه بعدی see. نقشش فعل هست توی جمله. see یعنی دیدن. دیروز اونو دیدم. I saw him yesterday. I saw him yesterday. saw گذشته فعل see. want. Want. یکم قهوه میخوام. I want some coffee. I want some coffee. want به معنی خواستن میشه که گذشتهش میشه wanted. Wanted. فعل های قبلی فعل های بیقاعده بودن. see, saw. اما want فعل بیقاعده نیست. فقط بهش ایدی اضافه میکنیم. wanted که به گذشته تبدیل بشه. want, wanted.
need 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 هم معنای باید میده اگر بهش to اضافه کنیم need to یعنی باید، هم به معنای نیاز داشتن میشه need. You need to rest. تو باید استراحت کنی. You need to rest. تو باید استراحت کنی. بهش ایدی اضافه میکنیم میشه گذشته need. Needed need. Needed need. Feel feel یعنی احساس کردن. I feel tired. I feel tired یعنی احساس خستگی میکنم. feel گذشتهش میشه felt. felt اینم باز یه فعل بی‌قاعده است. call call یعنی تماس گرفتن. بعداً با هم تماس بگیر. call me later. call me later اینجا یه جمله امری هست. call me later. call گذشتهش میشه called. called بهش ایدی اضافه میکنیم. ask ask میتونم یه چیزی بپرسم؟ Can I ask you something? Can I ask you something? ask به معنی پرسیدن میشه. فعله. بهش ایدی اضافه کنیم برمیگرده به گذشته. asked asked. کلمه بعدی try try به معنی امتحان کردن که بهش ایدی اضافه کنیم میشه tried. به گذشته برمیگرده. try again دوباره امتحان کن. try again. کلمه بعدی help help به معنی کمک کردن میشه. اینم نقش فعل داره توی جمله. میتونی کمکم کنی؟ Can you help me? Can you help me? اینجا یه نکته مهم میخوام بهتون بگم. can خودش یه متاورب هست. can, should, must, would, will و بقیهشون. مدال ورب ها هر موقع توی جمله باشن فعل اصلیمون ing و to نمیگیره. خب الان اینجا help فعل اصلی ما هست. ing هم نگرفته to هم ندادیم بهش. can you help me ساده میاد. یادتون باشه هر جا مدال ورب توی جمله باشه فعل اصلیمون ساده میاد. can you help me میتونی کمکم کنی. help اگه بهش ایدی اضافه کنی به گذشته برمیگرده. helped. leave یعنی ترک کردن. Don't leave me alone. Don't leave me alone. لطفاً منو تنها نذار. یا ترکم نکن. منو تنها نذار. ترکم نکن. Don't leave me alone. Leave گذشتهش میشه left. left. کلمه بعدی دوباره نقش فعل داره. open. open یعنی باز کردن. Open the window please. لطفاً پنجره رو باز کن. Open the window please. یه نکته مهم دیگه پلیز هم اول جمله میتونه بیاد هم آخر جمله. اما اگر اول جمله دیدید بدونید که جمله مؤدبانه تر هست. Please open the window. میشه لطفاً در رو باز کنی؟ اینطوری میتونیم ترجمهش کنیم یعنی یه جمله مؤدب تر میشه. Open اگه ایدی بگیره برمیگرده به گذشته. فعلش گذشته میشه opened. کلمه بعدی close. close. close یعنی بستن. اینم دوباره یه فعله. بهش ایدی اضافه کنیم میشه closed. closed یعنی بستن برای گذشته بست. فعلش میشه گذشته. وقتی میری در رو ببند. Close the door when you leave. Close the door when you leave. کلمه بعدی به معنی وقت میشه. Time. Time این دیگه اسم بچه ها فعل نیست. نقشش اسم هست. Time وقت داری؟ Do you have time? Do you have time? Day. Day معنی روز. It was a beautiful day. It was a beautiful day. روز زیبایی بود. Was گذشته فعل
is میشه. It is a beautiful day. It was a beautiful day. Thing به معنی چیزی، اسم هست، نقشش اسم هست توی جمله. اون حرف عجیبی برای گفتنه. That's a strange thing to say. That's a strange thing to say. اینجا میخواد بگه که اون یه چیز عجیبیه که تو گفتی. That's a strange thing to say. A strange thing یعنی یه چیز عجیب. کلمه بعدی people. People یه اسم جمع هست. جمع اسم person. person یعنی نفر. people یعنی مردم، نفرات. اینجا مردم مهربون هستن. People are kind here. People are kind here. way یعنی راه. اینم دوباره اسمه. راه رو بهم نشون بده. Show me the way. Show me the way. کلمه بعدی place یعنی جا، مکان. place. This is a nice place. This is a nice place. اینجا جای خوبیه. A nice place. یه جای خوب. problem دوباره اسم هست. What's the problem؟ مشکل چیه؟ What's the problem؟ مشکل چیه؟ کلمه بعدی idea یعنی ایده، نظر. ایده عالیه. That's a great idea. میتونی بگی چه ایده خوبی. What a great idea. اینم یه جمله جدید. story یعنی داستان. استوری نمیگیم. story. برام یه داستان بگو. Tell me a story. یه جمله امری. job شغل. یه کار جدید گرفتم. I got a new job. اینجا دقت کنید got که گذشته فعل get هست. A new job میشه یه اسم با صفت. ببینید قبل از صفت ای اومده، صفت اومده، بعد اسم اومده. به این دقت کنید بچه. حتما ترکیب جمله رو یاد بگیرید. خب اینجا لازم شد دوره‌های جمله سازی رو بهتون بچه‌ها معرفی کنم. دوره‌های جمله سازی ما توی هر ویدیو 10 تا جمله ساختم. جمله ها رو ساده کردم، یعنی از نظر گرامری بهتون توضیح دادم چه نوع گرامری هست، از کجا میفهمیم که این نوع گرامر هست این جملمون، و اینکه دونه دونه نقش هر کلمه رو توی جمله بهتون توضیح دادم و اینکه هر نقش کجای جمله میشینه این رو هم بهتون توضیح دادم. حتما دوره ها رو ببینید که خیلی برای پیشرفتتون خوب هست. کلمه بعدی home یعنی خونه. این هم دوباره اسمه. بیا بریم خونه. Let's go home. Friend دوست. My friend is very supportive. دوستم خیلی حامی من هست. Friend میشه اسم. Question اینم اسم هست، noun هست، نقش اسم رو توی جمله داره. Question سوال. یه سوال دارم. I have a question. Answer جواب. این هم نقش اسم داره هم فعل. answer هم جواب میشه هم جواب دادن میشه. That's the correct answer. این جواب درسته. That's the correct answer. phone یعنی گوشی. Where is my phone? گوشیم کجاست؟ Where is my phone? room اتاق. اسم هست به معنی اتاق. این اتاق خیلی کوچیکه. This room is too small.
too small یعنی زیادی کوچیکه، یعنی اینکه من ازش راضی نیستم. تفاوت too و very رو توی یکی از شورت ویدیوها بهتون توضیح دادم، میتونید اونجا یاد بگیرید. food غذا، food اینم یه نوع اسمه. غذای ایتالیایی رو دوست دارم. I love Italian food. I love Italian food. کلمه بعدی water. water به 3 نوع میتونیم بگیم. water 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 که بریتیش میشه. water به معنای آب هست. میشه یکم آب داشته باشم. Can I have some water? Can I have some water? کلمه بعدی کار. کار یعنی ماشین. ماشینش جدیده. His car is new. His car is new. ماشینش جدیده. Money. Money پول. I need some money. یکم پول لازم دارم. I need some money. I need some money. money به معنی ببخشید money نقش اسم رو توی جمله داره. money اسم هست. کلمه بعدی good. good که صفت adjective. فیلم خوبیه. That's a good movie. That's a good movie. bad مخالف good. bad میشه بد به معنی بد میشه و صفت هست. اون ایده بدی بود. That was a bad idea. That was a bad idea. Happy. Happy خوشحال. دوباره صفت هست. امروز واقعا خوشحالم. I'm really happy today. I'm really happy today. Really happy یعنی واقعا خوشحال. Sad غمگین. Sad دوباره صفت adjective. اون ناراحت به نظر میرسه. She looks sad. looks نه بچه. looks بیشتر سعی میکنیم او بگیم. She looks sad. big بزرگ. big که مترادفش میشه large بزرگ. اون خونه بزرگیه. This house is big. This house is big. small small که مخالف big میشه. این کیف خیلی کوچیکه. This bag is too small. This bag is too small. Easy آسان. Easy این امتحان آسونه. This test is easy. This test is easy. Difficult. Difficult مخالف easy میشه. این هم باز دوباره صفته. انگلیسی میتونه سخت باشه. English can be difficult. Difficult به معنی سخته. English can be difficult. Important. Important یا میتونی بگی important. Important این جلسه مهمیه. This is an important meeting. This is an important meeting. Important به معنی مهم هست. کلمه بعدی funny بامزه. Funny اون آدم بامزه ایه. He is a funny guy. He is a funny guy. Beautiful. Beautiful یعنی زیبا. صفته. چه جای زیبایی. What a beautiful place. What a beautiful place. پس اگر خواستید بگید چه جای زیبایی، چه حرف قشنگی، چه دختر زیبایی، میتونی قبلش what بذاری. What a beautiful place. What a beautiful girl. به این راحتی. Fast یعنی سریع. Fast این ماشین خیلی سریعه. تنده. This car is very fast. This car is very fast. Slow. Slow مخالف fast یعنی کند. اینترنت کنده. The internet is slow. The internet is slow. میتونی بگی The internet is slow. The internet is slow.
هر دوش درسته. اینترنت، اینترنت. کلمه بعدی old که دوباره صفته. گوشی من قدیمیه. My phone is old. My phone is old. از old به معنی قدیمی هست. new به معنای جدید که مخالف old میشه. یه لپتاپ جدید خریدم. I bought a new laptop. I bought a new laptop. Tired. خسته. Tired. خیلی خستم. I'm so tired. I'm so tired. خیلی خستم. Tired هم دوباره صفته. busy مشغول. اون همیشه مشغوله. He's always busy. He's always busy. clean یعنی تمیز. خونت خیلی تمیزه. Your house is very clean. Your house is very clean. dirty که مخالف clean میشه یعنی کثیف. کفشام کثیفه. My shoes are dirty. My shoes are dirty. cool یعنی خفن. اون ایده خفنیه. That's a cool idea. That's a cool idea. That's a cool idea. کلمه بعدی really یعنی واقعا. I really like your dress. I really like your dress. واقعا لباست رو دوست دارم. کلمه بعدی always نه آ میگیم نه او. always اون همیشه لبخند میزنه. She always smiles. She always smiles. usually معمولا. این سه تا کلمه که گفتم همشون قید هستن بچه‌ها. usually قیده. adverb. معمولا ساعت 7 بیدار میشم. I usually wake up at 7. I usually wake up at 7. بچه‌ها usually قید تکرار هست. usually, always, often, sometimes و چند تای دیگه. اکثرا قید تکرار بین فاعل و فعل اصلی میاد به استثنای sometimes. sometimes هم میتونه اول جمله بیاد، هم آخر جمله و هم بین فاعل و فعل اصلی. من گاهی فست فود میخورم. I sometimes eat fast food. I sometimes eat fast food. میتونه بگه sometimes I eat fast food یا I eat fast food sometimes. هر سه تاش درسته. never یعنی هیچ وقت. never اینم دوباره قیده. اون هیچ وقت گوش نمیده. He never listens. He never listens. often یعنی اغلب. اینم دوباره قید هست. We often go out. We often go out. just یعنی همین لحظه، همین الان. به معنای فقط هم میشه. همین الان رسیدم. I just arrived. I just arrived. اینجا نقش قید رو داره توی جمله. now یعنی الان. الان مشغولم. I'm busy now. I'm busy now. then یعنی بعد، سپس. then بعدش رفتیم خونه. then we went home. Then we went home. to به معنی همچنین. to هم معنی خیلی زیاد میده، هم همچنین. منم خستم. منم همچنین خستم. I'm tired too. I'm tired too. very یعنی خیلی. امروز خیلی گرمه. It's very hot today. It's very hot today. quite به معنی نسبتاً، کاملاً میشه. نسبتاً آسونه. It's quite easy. It's quite easy. already
یعنی قبلا. من قبلا انجامش دادم. I already did it. I already did it. اغلب already بین فاعل و فعل میاد. still. still یعنی هنوز. هنوز دوست دارم. I still love you. I still love you. که باز هم بیشتر موقع ها بین فاعل و فعل میاد. together. together یعنی با هم. بیا با هم بریم. Let's go together. Let's go together. almost. almost یعنی تقریبا. من تقریبا تمامش کردم. I'm almost done. I'm almost done. again. again یعنی دوباره. دوباره امتحان کن. try again. try again. here. here اینجا. بیا اینجا. come here. come here. there. there به معنی اونجا. اونجا رو نگاه کن. look over there. look over there. maybe شاید. maybe شاید اون مشغوله. maybe he's busy. maybe he's busy. actually. actually actually به معنی در واقع میشه. در واقع من این فیلم رو دوست دارم. I actually like this movie. I actually like this movie. برای تصحیح یا تاکید استفاده میشه دیگه. probably. probably. probably یعنی احتمالاً. احتمالاً اون دیر میکنه. He'll probably be late. He'll probably be late. که بیشتر به معنی احتمال زیاد میشه. sure. sure یعنی حتما. حتما میتونم کمکت کنم. sure I can help you. sure I can help you یعنی بیشتر به معنی آره با کمال میل. این هم میشه. right. right یعنی درسته. میدونی چی میگم درسته؟ You know what I mean, right? You know what I mean, right? توی سوال برای گرفتن تایید میاد بیشتر. kind. kind یعنی مهربان. اون یه آدم مهربونیه. She is a kind person. She is a kind person. بیشتر هم برای توصیف شخصیت میاد. busy. busy یعنی شلوغ. I'm really busy this week. این هفته واقعا سرم شلوغه. I'm really busy this week. hard. hard یعنی سخت. این امتحان خیلی سخته. This test is so hard. This test is so hard. hungry. hungry یعنی گرسنه. Are you hungry؟ گرسنه ای؟ Are you hungry؟ full. full مخالف hungry یعنی سیر. نمیتونم بیشتر بخورم. سیرم. I can't eat more. I'm full. I can't eat more. I'm full. early. early یعنی زود. We arrived early. زود رسیدیم. We arrived early. late. late یعنی دیر که مخالف early میشه. Sorry I'm late. ببخشید که دیر کردم. Sorry I'm late. nice. nice یعنی خوش‌تیپ، شیک. برای تعریف از ظاهر یا رفتاره. You look nice today. You look nice today. امروز خوش‌تیپ شدی. کلمه بعدی awesome. awesome یعنی عالی. ارائت عالی بود. Your presentation was awesome. Your presentation was awesome. خیلی بهتر از good یا great استفاده میشه. boring. boring یعنی کسل کننده. That movie was so boring. That movie was so boring.
که مخالفش میشه interesting به معنی جالب میشه. That book was interesting. آن کتاب جالب بود. That book was interesting. That book was interesting. کلمه بعدی okay. Okay یعنی خب یا خب بزن بریم. Okay let's go. Okay let's go. Wait یعنی صبر یا صبر کردن، هر دوش میشه. یه دقیقه صبر کن لطفاً. Wait a minute please. Wait a minute please. کلمه بعدی hate یعنی متنفر بودن. از زود بیدار شدن متنفرم. I hate waking up early. Love دوست داشتن خیلی زیاد. I love this song. عاشق این آهنگم. I love this song. کلمه بعدی listen یعنی گوش دادن. Listen to me. به من گوش بده. Listen to me. کلمه بعدی look یعنی نگاه کردن. اینو نگاه کن. Look at this. خب دوستای خوبم، این هم از این ویدیو. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید، براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت یادتون نره. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب بکنید. کلی ویدیوهای مفید توی کانال داریم. تا دیدار بعد keep learning and stay motivated.